به نام خداوند بخشنده و مهربان. همگیان عزیز، فرارسی عید سعید قربان را به یک یک شما مبارکباد میگویم و از خداوند منان برایتان تنصیحاتی، قبول عبادت ها و سعادت هر دو دنیا را خواهانم. بله، هر عید، هر جشن برای ما یک بهانه، یک سبب برای خرسندی و برای شادباش گفتن، برای تبریک یکدیگر و از همه مهم برای عیادت و رساندن پیام های نیک می باشد و امیدوارم که یک و یک شما هموطنان گرامی، نابسته از آن که در کجا قرار داره، در داخل کشور، در هجرت یا در سفر، بتوانید این روزهای عرفه و روز عید را در یک فضای شادی و خرسندی اطراف دسترخوان با خانواده یا با دوستان یا با همه کسانی که دوستشان می‌دارید به شما نزدیک است این عید را بگذرانید و امیدوارم که تا عیدهای بعدی، تا جشنهای دیگر در همین فضا و در همین روحیه شادی و خرسندی باقی بمانید. البته ما هم معمول جشنها و عیدها را می‌خواهیم در یک فضای خرسندی همیشه بگذرانیم، اما زندگی حیات برای ما گاه‌ها دلیل یا بهانه کمتر برای خرسندی می‌دهد. به خصوص مردم شریف تاجیکستان که سالهای آخر همیشه با بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دست به گریبان هستند، متاسفانه باز هم در عرفه عید سعید قربان کشور ما نتوانست خود را از این گونه مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی و حتی امنیتی دور نگه بدارد. علاوه بر آن مشکلات و بحران اقتصادی که کشور ما را هم فرا گرفته است، هم در نتیجه کم شدن جای کاری مهاجرین در روسیه و هم جنگ اوکراین و هم سیاست‌های اشتباهی که تا امروز مقامات تاجیکستان عملی کردند، تاجیکستان ما در یک حالت بسیار بحرانی قرار دارد. نرخ‌ها روز به روز بالا می‌روند و بخصوص در عرفه عیدها و خبرهای می‌رسد که در عرفه عید قربان هم نرخ‌ها یک باره جهش کردند و علاوه بر این مشکلات اقتصادی باز در داخل کشور مشکلات‌های حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی هم روز به روز می‌افزاید که این همه در مجموع به وضع روانی و وضع بود و باش مردم خیلی تأثیر منفی می‌رساند. اما ما همونطوری که حضرت ابراهیم علیه السلام و این عید و این جشن همچنین سنتی از اون پیامبر گرامی قدر برای ما مانده است، در خود یک اراده، یک شجاعت و یک جسارت پیدا کناندند تا اینکه اون در مقابل اون دشواری ها بایستند و بالاخره پیروز شدند. دشواری حضرت ابراهیم چه بود؟ یعنی فرزند خود را، عزیزترین نفر را قربان کردن ایستادگی میخواهد، جسارت میخواهد، اراده میخواهد و بالاخره پیروز میشود و ما و شما هم که در مقابل امتحان‌های کمتر از آن ایستادیم. یکیش بالاروی نرخ‌ها است، دیگریش فشار و ظلم از طرف مقامات دولتی هست و ده ها مشکلات دیگر دامنگیری ما هست، ولی با همون اراده، با همون جسارت، شجاعت و از همه مهمش خسته نشدن در برابر این مشکلات و بحران‌ها، امیدوارم که ملت ما هم دیر نیست که به پیروزی خواهد رسید. البته در این شب و روزهای عیدانه یک گوشه از کشورمان ماتم دارد، بخصوص مردم شریف بدخشان که خیلی خانواده ها در روز عید به جای شادی کردن یعنی در سوگواری نزدیکانشان نشستند، در سوگواری اون جوانان دلیر و غیور بدخشانی که در این چند روزهای آخر از طرف مقامات تاجیکستان به شهادت رسانده شدند. و بار دیگر همدلی و تسلیت خودم رو به خانواده های این شهدا میرسانم از نام خود، از نام پیمان ملی تاجیکستان، از نام همه برادران و خواهران شما که در سراسر عالم دعاگوی شما هستند و با شما همراه، همدل و غمشریک هستند. و ناگفته نماند که بغیر از اون شهدا باز یک عده زیادی از مردم بدخشان، از مردان و زنان غیور بدخشانی باز زندانی شدند. پیش از همه الفت خانم محمدشاه یک روزنامه‌نگار بسیار قوی و قوی اراده، فعال
گنرال خالباش شد و ده ها حقوقشناس و فعال سیاسی و اجتماعی و انسان‌هایی که تنها برای حق خود تلاش میکردند و مبارزه میبودند که در این شب و روزهای عیدانه و عرفه یادی از آنها کردند، همدلی و همراهی به آنها نشان دادند و هر کمکی که به آنها و خانواده‌شان کرده میشد رساندن. یکی از واجبه‌های دینی و یکی از قرض‌های انسانی ما و شما میباشد. متاسفانه علاوه به این مشکلات که در بدخشان داشتیم، باز در سراسر کشور هم یک فشارهای بالای مردم بخصوص فعالان رسانه‌ای آمد، از آن جمله روزنامه‌نگاران دلیر امام علی، عبدالله غربتی و چندین نفران دیگر که با آنها همکار بودند. در این اواخر باز مورد حبس و شکنجه و فشار قرار گرفتند و در مجموع کشور ما، ملت ما در این عرفه عید در یک حالت شاک، در حالت بسیار هم تنگنای سیاسی و روانی قرار گرفت. علاوه به آن که باز نرخ‌ها بالا رفتند و طبیعی است که در چنین حالت یعنی باز هم میماند این که با پیروی از این حکمت، از این سنت ابراهیمی، باز هم باید ملت اراده نشان بدهد، باید که شجاعت و جسارت نشان بدهد، در مقابل این همه دشواری ها و مشکلی ها بیستد. اما شجاعت نشان دادن، اراده نشان دادن به معنی آن نیست که خاموش باشد و شکرانه کند. شکرانه از پروردگار واجب است و اما مبارزه بودن، تلاش کردن در برابر ظلم، در برابر ناعدالتی، این یکی از واجبه های هم دینی و هم انسانی ما می باشد. و وقتی که ما میگیم که باید اراده ابراهیمی نشان بدهیم یا جسارت ابراهیمی نشان بدهیم، بخصوص در این شب و روزهای عید قربان، باید که بالاخره چیزی از خودمون قربانی کنیم. قربانی به معنای فقط ذبح کردن یک مال نیست، این رمز است برای کسانی که دارا هستند و این دارایی را در اختیارشان دارند. اما برای باقی مردم، برای شهروندان، برای انسان‌های آزادمنیش، قربانی کردن ترس خود را باید قربانی کنند، باید که راحت طلبی خود را قربانی کنند، باید بعضا مال و حتی وطن خود را قربانی کنند که اگر مجبور شدن هجرت کنند. اینا همش قربانی هست، اینا همش گذشته است و اینا هستند که بالاخره انسان را انسان میگرداند، انسان را این درک را میدهد که من یک انسان آزاد هستم و به کسی اجازه نمیدهم که مرا غلام کند، مرا عذاب بدهد، حق مرا بگیرد. و بنابراین همین وقتی میگیم که یک اراده و حرکت ابراهیمی در این شب و روز ملت ما نیاز دارد، پیش از همه در این مسائل است، نه در اون مسائلی که خب افراد دارا و دارای امکانیت باید قربانی کنند، مال را ضبط کنند و نیازمندان کمک کنند. بار دیگر همدیران عزیز، یکی شما را تبریک میگم، بخصوص برادران خواهران مهاجر را، بخصوص برادران خواهران زندانی امان را که نباید اون زندانی های قبلی را هم فراموش کنیم که قبل از این برادران بدخشی، قبل از این روزنامه‌نگاران 10 سالها باز در سیاه‌چال‌های حکومتی زیر فشار، زیر تعذیب قرار دارند و باید در این شب و روزها در حق آنها دعای بیشتر کنیم و تلاش بیشتر برای آزادی و رهایی آنها کرده باشیم. خداوند تا عیدهای دیگر، تا جشنهای دیگر کشور و ملت عزیز ما را در پناه خودش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.